وقتی اسم پاریس میاد همه یاد برج ایفل، چراغ‌های رنگی و اون تصویر رمانتیکی میافتن که توی فیلم‌ها و ولاگ‌ها نشون میدن. اما واقعیت اینه که پشت این چهره درخشان و رویایی یه دنیای تاریک و ترسناک پنهان شده. جایی که کمتر کسی جرأت کرده بهش اشاره بکنه. جایی که بهش میگن دخمه مردگان پاریس. زیر پای شهری که الان بیش از 12 میلیون نفر جمعیت داره، یه شبکه عظیم از تونل‌ها و دالان‌های سنگی تشکیل شده. دیوارهایی که به جای آجر و سنگ با جمجمه‌ها و استخوان‌های واقعی انسانی پر شدن. تعداد اجسادش هم کم نیست، چیزی حدود 6 میلیون نفر اونجا دفن شدن. اما این دخمه‌ها از همون اول گورستان نبودن. در واقع ماجرا برمیگرده به قرن 18 وقتی که پاریس پر از معادن سنگ آهک بود و با سنگ ساختمان‌های شهر رو می‌ساختن تا اینکه کم کم شهر بزرگ شد و معادن رفتن زیر دل شهر. حالا مشکل اصلی چی بود؟ گورستان‌های قدیمی پر شده بودن. حتی یه بار به خاطر بارش شدید باران و سیل اجساد از گورستان‌های قدیمی بیرون زدن و با آب به خونه‌ها و کوچه‌ها رسیدن. همین باعث شد پادشاهان وقت دستور بدن مرده‌ها دیگه داخل شهر دفن نشن. پس همه اجساد رو کم کم به همین تونل‌های زیرزمینی منتقل کردند. این کار از سال 1786 شروع شد و تا سال 1860 ادامه داشت. از اون به بعد این دخمه‌ها شد قبرستان رسمی شهر و سال 1870 برای اولین بار درهاش رو به روی مردم باز کردند. حالا تصور کن توی این دالان‌های تاریک قدم بزنی، دیوارهایی که از زمین تا سقف با استخوان و جمجمه پر شده، مسیر بازدید حدود 45 دقیقه تا 1 ساعته، اونم بدون نور و فلش، فقط چراغ‌های کمسوی تونل همراهتن. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. توی دهه‌های 1970 و 80 عده‌ای به صورت مخفیانه وارد بخش‌های ممنوعه شدن و اونجا جاهایی مثل سینمای زیرزمینی، رستوران و حتی آمفی‌تئاتر مخفی درست کردن. امروزه هم گفته میشه هر هفته صدها نفر به صورت غیر قانونی وارد بخش‌های ناشناخته این دخمه‌ها میشن. حقیقت اینه که پاریس فقط شهر نور و برج ایفل نیست. زیر پای این شهر رویایی دنیایی تاریک و وهم‌آلود خوابیده، دنیایی که هر دیوارش یادآور میلیون‌ها مرده است. به همین خاطره که خیلی‌ها بهش میگن پاریس روی استخوان‌ها ساخته شده.